ما دو تا تقوا داریم، تقوای خاص و تقوای عام. قاطی نکنیم. تقوای عام یعنی عبادت هایی که عمومی است، مشترکه، مثل نماز خوندن. حاکم باید نماز بخونه، تاجر باید نماز بخونه، فقیر باید نماز بخونه. تقوایی به اسم تقوای عام، به اسم روزه گرفتن، تلاوت قرآن، ذکر کردن، اینا تقوای عمومیه، همه مشترکن. اما اونهایی که خداوند اونها رو مزید نعمت عنایت کرده و از توان تقوای خاص برخوردارن، نمیتونن با انجام تقوای عمومی سلب مسئولیت بکنن و تقوای خاص رو انجام ندن. دانشجو باید تقوای عمومی داشته باشه، نمازش، حجابش، روزه رمضانش، اما کافیه تقوای خاص یک دانشجو چیه؟ پرداختن به اون چیزی که رفته دنبالش و این اسم و این صفت رو گرفته. دانشجو اون تقوای خاصشه، تحقیق و پژوهش و مطالعه و مطابقت دادن علوم نظری و تئوری با چه؟ تجارب میدانی. همین جایی که من نشستم دکتر ملک افضلی نشسته، معاونت فناوری و تحقیقات وزارت بهداشت با دکتر نمازی که برای سازمان بهداشت جهانی سند بودن تو ایران خودمون، با حضور 40 رئیس دانشگاه علوم پزشکی کشور تو همینجا کنفرانس ارتقای سلامت برگزار شده. توان NGO ها و انجمن‌های خیریه، انجمن خیریه خاتم النبیین سورو. یک پاد باید تو دانشگاه باشه، تو لابلای کتاب ها، یک پاد تو جامعه، تا از تجارب میدانی چه عقب نمونید و همش تو عالم رویا و نظریه پردازی و نمیدونم تو لابلای کتاب ها، تو کتابخانه ها گم نشید. بیاید شخصیت وجودیتون رو تو جامعه چه با هدایتگری و ایجاد انگیزه و کارهای بزرگ و ایجاد مراکز تحقیقاتی و علمی در جامعه و یک انگیزه پرتاب به جلو. دو هدف هم باید شفاف باشه. خاصیت انگیزه و هدف چیه؟ انگیزه سکوی پرتاب و قوه دافعه به جلو. وقتی هدف برات مشخص شده، هدف برای خودت مشخص کردید، دیگه از هدف منحرف نمیشید. هدف هم قدرت جاذبه داره. انگیزه تو رو دفع و پرت میکنه به جلو، از اون طرف هدف هم قوت جاذبه داره، چون تو زوم کردی که به اون هدف برسید، تو رو جذب میکنه به جلو. با هر قدمت، با هر نگاهت، با هر مطالعات، با هر حرکتت چه؟ تو داری جذب میشید. بین انگیزه و هدف برنامه لازمه، بهش میگن ابزار و وسایل. سر کلاس درس رفتن، تو کتابخانه رفتن، تحقیق کردن، مطالعه کردن، از تجارب دیگران استفاده کردن. اما همیشه نباید جیره‌خور افکار دیگران باشید. استفاده کردن یه چیزیست، ولی خودت هم باید تولید کننده باشید، نه مصرف کننده. و چهارم ارزیابی. همیشه باید خودتو به حساب و کتاب بکشونید. کجا داری میرید؟ این مسیر درسته؟ این ابزار درسته؟ شما انسان‌های بزرگی هستید. به کارهای کوچک و حقیر و پست مشغول نشید. شما سرمایه های ما هستید.